سلام. امروز برای یه کاری رفته بودم بیرون و مجبور شدم که از آسانسور استفاده کنم. توی آسانسور یک سوال فلسفی به ذهنم رسید. چرا همه توی آسانسور ساکتن؟ در حالی که قبلش توی راهرو دارن بلند بلند حرف میزنن، چرا به محض اینکه در آسانسور بسته میشه انگار توی یک معبد سکوت وارد شدن؟ حتی بعضیا به خجالت لبخند میزنن، اما اغلب یا به عددهای طبقه ها یا به دکمه ها زل میزنن یا وانمود میکنن که دارن پیام میدن، حتی اگر واقعا گوشیشون روی پیام رسان نباشه. چرا چنین اتفاقی میفته؟ توی ذهنم دنبال یک پاسخ جامعه شناسی بودم. جامعه شناسا میگن این یک نوع هنجار اجتماعی نانوشته است، یعنی یک قانون نانوشته که همه رعایتش میکنن بدون اینکه کسی گفته باشه. توی آسانسور یه فضای بسته است، فاصله ها کمه و هیچ کس نمیدونه چی باید بگه، پس مغز یک فرمان منطقی میده: ساکت باش، زل بزن به طبقه ها و یا اصلا وانمود کن که وجود نداری. اینو توی جامعه شناسی و روانشناسی یک نوع مدیریت تنش اجتماعی میگیم. یعنی چون نمیدونیم توی محیط کوچیک چطوری با غریبه ها رفتار بکنیم و میترسیم که کنش ما منجر به یک تنش بشه، ترجیح میدیم هیچ کاری نکنیم. یه تحقیق جالب انجام شده. یه تعداد دانشجو رو فرستادن توی آسانسور و گفتن که برعکس بیستین، یعنی پشتتون به در آسانسور باشه. فکر میکنین نتیجه چی شد؟ همه کسایی که سوار آسانسور میشدن مثل دانشجوها پشت به در آسانسور وای میستادن، بدون اینکه اصلا بدونن منطق پشتش چیه. توی جامعه شناسی و روانشناسی به این میگیم سوشال کانفورمیتی، یعنی همنوایی اجتماعی، یعنی همرنگ جماعت شدن. یعنی ما آدما خیلی موقع‌ها یه سری کارا رو به خاطر اینکه بقیه انجام میدن انجام میدیم. مثل وقتی که میریم توی یه صفی بدون اینکه کسی به اون بگه چرا همه اینطوری وای میستن توی صف، چرا اصلا تو صف دراز نمیکشن؟ چون بقیه این شکلی وایسادن، ما هم بدون اینکه به منطق پشتش فکر بکنیم همونطور توی صف وای میستیم. یعنی اینکه همون کار رو میکنیم که بقیه انجام دادن. حالا که فهمیدی چرا تو آسانسور همه ساکتن، اگه دفعه بعد رفتی آسانسور و خواستی که جامعه شناس بازی در بیاری، لبخند بزن، سلام کن و ببین چه واکنشی دریافت میکنی. شاید تو یک هنجار جدید ساختی. حالا تو بهم بگو، توی آسانسور ساکتی، وانمود میکنی که داری چت میکنی، وانمود میکنی اصلا نیستی، یا اینکه حرف میزنی؟